تا وقتی دلت رو صاف نکنی به هیچ جایی نمیتونی برسی. تا وقتی که نتونی خیرخواه آدم‌ها باشی و برای غریبه و آشنا خوشبختی و موفقیت رو طلب بکنی، قطعاً تو هم تو زندگیت به هیچ خوشبختی و موفقیت بزرگی نمیتونی برسی. یکی از قشنگترین جمله هایی که تو زندگیم شنیدم و به شدت بهش ایمان و باور دارم اینه که آدما نون قلبشون رو میخورن. آخه مگه میشه بدخواه دیگران باشی و تحمل دیدن خوشحالی و خوشبختی اطرافیانت رو نداشته باشی، بعد اون وقت خوشحالی و خوشبختی وارد زندگیت بشه؟ آخه مگه میشه با داشتن قلبی سیاه توقع داشتن روزگاری سفید رو داشته باشی؟ آخه مگه میشه وقتی چشمات به تاریکی عادت کرده باشه توقع دیدن نور و روشنایی رو داشته باشی؟ باید دلت رو با این جهان آدما صاف کنی و حتی برای دشمنت هم جز خوبی چیزی نخوای و سعی کنی تا جایی که میشه دست از حسادت و بخل و قضاوت‌های بیجا برداری و هیچ وقت بد هیچ کس رو نخوای تا کائنات هم بد تو رو نخواد. باید خیرخواه آدم‌ها باشی و از خوشحالی و خوشبختی و موفقیت دیگران خوشحال بشی و خودت رو به خوب دیدن، خوب خواستن و خوب زندگی کردن عادت بدی.